با سلام و سپاس شما را به طرفخانه بورک دعوت میکنیم. آب و عزت، قدر و قیمت، ناز و نعمت اینجاست. ما غذا را با محبت پخته کردیم که شما بهره بردارید. بورک، مکان خاطره های سبز. تلفن برای فرمایش 99 999 2008. مدت مدیده گذشت و باز با سلام و سپاس اخلاص برنامه نوبتی ناگفته ها را با اکتوری پسندیدم. هنرمندی مردمی تاجیکستان قربانی صابر شروع میکنم، ولی در ابتدا با شما چند گپک دارم. ما چند قبل برنامه رو با اشتراک قربانی صابرین هنرمندی برجسته و کبیر پیشکش شما کردیم، ولی مخلصان قربانی صابر مرا آرام نگذاشتند. آه شما، آه شما، آه شما، نمیدونم چی بگویم. خیلی ها الکی یک نو روزنامه‌نگار شدند. از من دیده بهترید شما. بعضی سوال های پیشکش میکنید که من حیران میمونم. با من گفتند که چرا این سوال ها رو پیشکش نکردید و پاسخ نگرفتید. و با نظر داشت همه همان درخواست های شما من استاد را تکرار به برنامه دعوت کردم. جیل، صفت، زیبایی، کم مصرف و اقتدار. سلام استاد. سلام. شما خوبید؟ تشکر. حالم خوب است، راحت. الکی یک صحبت رو با هم گذراندیم، عادت کردید به سوال‌های ناگهانی من. خیر. عشق، از عشق میخوام حرف بزنید، زیرا در چند جا گلچهره میگویید، از دهانتان 10 گلچهره دیگر میبراید. درست. تاریخ آشنایی. راستی در بسیار برنامه‌هایی که مثلا صحبت میکنیم، تلویزیونی، رادیویی، بعد نفرایی هستن در این میان که همش گوش میکنن و دوستای نزدیکم هستن که ایراد میگیرن، مثلا میگن که چرا قدر گلچهره میگویی؟ آخه نمیشه همین گلچهره نگویی. چون که بعضیاش میگن که مثلا در همین عقیدن که اگر تو خوب نباشی نمیتونه یک کس در مقابلت خوب باشه. اما من به این چیزو اعتقاد ندارم و بازم حالا نام گلچهره را که گرفتیم بیا همون سمت بریم. چرا واقعا هم مثل نامش هست، بسیار بردم، بسیار قوی و مثلا بسیار سری عقیدهش استوار است. مثلا همین که خانه وارد شد یعنی مدام ترتیب میشه و همه جا اگر یک مدت نباشه همه جا از نظام بیرون میرن. خیلی و گاه به برادرای خانم گلچهره میگن که باید مدد شما هیکلی طلایی ممونین، چون که ما اپای بسیار سخت و قویتان به زندگی میکنیم. اما اینا شاید یک گونه شرح حال بود، اما باقی همین که این خانم از دوره ما هم کورسیم، یعنی یک جا دانشکده خواندیم، در کنار هم کودک بودیم، استاد کلان شدیم. همین که حرفه گلچهره نیز هنرپیشگی است. بله هنرپیشه است و ما همین که اینستیتوت تمام شد همون زمان عروسی کردیم، یعنی توی و ازدواج کردیم، نکاح کردیم. خب دیگه همه رکن هایی که در توی و سور میشه انجام دادیم و زن و شوهر شدیم و اینک 42 سال میشه که ما زندگی میکنیم در کنار هم دیگه را طاقت میکنیم و برای من 4 فرزندی گل برین. من نمیدونم کم نباشه همین گپم وقتی که گل میگم. واقعا هم منیره دختر کلانیم، فریدون پسر کلانیمو فرزند دویم، سارا که احتمالاً میدانیشه آرزو جان و سروش. خلاصه 4 فرزند برای من مثلا همه هستیم هست. این تحفه بی‌بها که گلچهره برای من کرده است. اما اگر که منظورت آغاز عشق و محبت باشه، چون که موضوع عشق است، همین بود. بله ما در زمان دانشجویی خیلی مثلا جوانی میکردیم و نمیدونم همه جا را در همون خطای قرمز میگذاشتیم.
مثلا من یادم هست که با تمام دخترایی که من ملاقات میرفتم خانم گلچهره میدانست خیلی مراتبه هایی بود که یعنی همین خیلی هست، دروغ نیست، یک مدتی هست که آدم نمیدونه کجا میری، انتخابت سری چی است. مثلا عشق همون نیست که فرض کردیم مثلا اونایی که میگن که به اون نمیتونم و به او میمرم، این چیزا برای ما اونقدر مهم نیست. یعنی این چیزا دروغ است، چون که آدم وقتی که انسانیش جوانیش شکل میگیره، یعنی یک مدت باید خودش پیدا کنه. تا زمانی که خودت پیدا میکنی و میفهمی که این عشق است یا عشق نیست، چون که مثلا در طول 3-4 سال دانشجویی یا مکتب خوانی 10 بار بود که کسی نامه مینویسه به تو و این کار هر کس از سرش میگذره. شما گفتید آگاه بود گلچهره از گردش های شما، گردش های عاشقانه شما. یعنی دختر باز بودید؟ من نمیگم که دختر باز بودم، نه هرگز این حرف نمیزنم. اما گفتید که آگاه بود. آگاه بود، بله. چرا حالا همون مرحله بود که باید من میگفتم که مثلا تا در کنار گلچهره یک کسی دیگر نمانی، همراه یک کسی دیگر خوراک نخوری، یک سفری نداشته باشید تا یک مدت، یعنی فقط برای قیاس. بله باید فهمی که کی در کدام سطح هست. و مثلا برای ما دانشجویای همون وقت خیلی خوب بود وقتی که پختچینی میبردن ما را، و در پختچینی در زمانی رفتن، وقتی که عذاب است، وقتی که میافتی، وقتی که میخیزی، وقتی که گرسنه میمونی، وقتی که مثلا خیلی چیزا رو اثر میگذارن در این سفر. ما در همون پختچینی ها برای همکورسام الکی میگفتم که این دختر، یعنی این گلچهره خیلی زنی خوب میشه برای هر کسی که بگیرش. یعنی من اینو برای همکورسام میگفتم که اگر هر کسی که یعنی شوهری همین زمانی که هنوز چیزی دقیق نبود، ای چیز دقیق نبود، یعنی ما میرفتیم ملاقات، میرفتیم کجایی، میرفتیم تماشا، میرفتیم مثلا مراجعی میخوردیم، اما هنوز حالا مثلا پخته نرسیده بود اندیشه من که چی. اما پختن نرسیده در ایام پختن بود که مثلا من میگفتم که خیلی بهتر هستیم. چرا من چندین نفری رو میدونستم که میگفتم که خیلی خوب نیستن اینا. از همدرسانتون؟ نه نه از همدرسان نه. چرا خوشبختانه همدرسای ما دو گلچهره داشتیم، یکیش گلچهره یعقوب و که سعدالله هم کورس ما الکی در کورس 3 آخراش ازدواج کرد. و دخترای دیگه من هم خیلی مثلا زیبا مرادآور، شاید شما بشناسین، زیاده قدم و که خیلی خوشرو بودن. اینا اینقدر دخترای خوشرو داشتیم. ما خوشبختانه من افتخار میکنم که یکی از خوشروها را من صاحب شدم. شما در یک عائله سنتی به وای رسیدید. بله. در روستا. بله. قبول کردن عروسی خاندان که اکتریس است خیلی دشوار است برای مردمی که عقیده کنسرواتیوی دارند. خاندان شما اکتریس را چگونه پذیرفتند در مقام همسری پسرشون؟ من همین تضییق انتخاب والدان هرگز نمیشناختم. یعنی واقعا پدر و مادر من و خانواده ما دموکراسی بودن بسیار، یعنی محیط خانواده ما خیلی خوب بود. چرا من در اون صحبت گفتم که همه زمان صدای دف و دایره از خانه ما بلند میشد و اون همون دهه یک زمان کودکیمون خانه ها بالای مثلا خانه همسایه زمانی که خوراک میخوردن ما صحبت میکردیم با هم. مثلا میگفتیم شما چی امروز چی دارین، فلان چی دارین، و اون خانه بالاگه از بالا یه چیزی میگفت و وقتی یعنی میانی خانه ها دیوار نبود، یعنی بالای بام ها مثلا شام میخوردیم، صبحانه اکثر وقت همون میان بالای بام ها بود و میان هم رد و بدل میکردن و اکای مامرجه و حتی همسایه ها میگفتن که نمیشه همون دوتا را یک بار نوازی و اکای مامرجه موافقی مثلا تعییناتی که از اون طرف میشد چیزای مخصوص مینواخت و خانواده ما همین گونه بود. یعنی من الکی میدونستم که هیچگاه حتی میان در صنف 9 یا 8 با یک رفیقم صحبت میکردیم با سنت الله
و من گفتم که ما عروس ما خودم انتخاب میکنم، هیچ وقت ممکن نیست که یک کسی دیگه ما اجباری در سر ما بار کنه این چیزه. و خانواده‌مون هم موافق بودن، یعنی هیچ ما یاد ندارم که فرض کردیم یگان کاری را مجبور کرده باشن، نبود. این خیلی چیزا برای من انتخاب مرا خوب قبول کردن. همگی من یک بار پیش از آن که بچه‌مون اینستیتوت تمام کردیم، بچه‌ها همه عسکری رفتن و ما گفتم اگر ما عسکری برم بیام این دختر شوهر میکنه. و بعد من مجبور شدم بیام بگم که با برادر کلانی بگم که همین خیر، اگر این همین مشکلی است، یعنی این دختر همون دختری هست که من میخوام مادری بچه هم باشه و اگر مبادا ما عسکری برم، یعنی با اون جوانی های با اون پتیرستی که میزدیم شاید ما باور نمیکردم دیگه. میگفتم که خب دیگه کی میدونه این 2 سال چی شد وقتی که و در مد نظری من نیست. و برای همینم گفتیم که توی و رفتم خواستگاری و پدر و مادری ویم با دل و جان انتخاب کردن، توی شد. یعنی و بعد من عریضه اینم مهم است که وقتی که توی شد ماهی 6 نوامبر بود، 10 روز پس من رفتم و این قامت و عریضه نوشتم که مرا بری. و وقتی فهمیدن که من زن گرفتگیم گفتن میسیون که دیوانه ای؟ من گفتم نه دیوانه نیستم، همکورسام همش رفتن، من زن گرفتم. خب مرا بری و یا گفتن نباشه ما از هم آخر میبریم. بعد 10 روزی توی بله و 24 دکبر من بردن و من رفتم. 2 سال از هم جدا بود؟ نه 1 سال، یک سال و چند روز. چرا 1 ساله بودم وقتا. من رفتم در تبلیسی، در شهر تفلیس خدمت کردم و 1 بار آمدم. همین خیلی، یعنی خوشبختانه خانواده ما این خیلی نبودن که من کنن و بگن چرا، افتخار میکردم تا امروز افتخار. مادری من همین خیلی یعنی هنر دوست میداشت، یعنی خیلی هنر دوست دار بودم. خانواده ما همه هنرمند بودن بگیم. ببینید گفتید اگر گلچهره در خانه نباشد ترتیب و نظام خانه از هم میپاشد. بله. و من میدونم که خانه شما در جنوبی پایتخت تاجیکستان است، ولی یک راننده تاکسی یک روز به من گفت که این همسایه ما است در طرف کینوتئاتر زیبونیسا، اونجا هم خانه دارید؟ آرزو جان این حرفات نمیگذره جان. اگر خانم گلچهره هم همینجا می بودم این حرفات نمیگذره، چون که من این قدر این چیزا رو از سر گذراندم. نه من خانه ندارم در اونجا کارخانه است. اونجا یک استودیوی مخصوصی ترجمه فیلم هاست که ما اونجا شاید همین رو در نظر داشتیم. بله همین رو در نظر داشتیم. اما چرا شما گفتید که این سخن ها نمیگذارد؟ من یگان سوالی ناجا دادم. نه خانه داری گفتی اونجا؟ نه من هیچ جا خانه ندارم بجز خانم گلچهره. من اصلا شما رو جنگ انداختنی نیستم با خانم گلچهره. نمیتونی جنگ نمیشه، این نمیگذره، این پریام نگذار. خیر در مسئله دو زنگی چی اندیشه دارید؟ با خدا اینقدر اندیشم مشخص است من نمیدونم. خب اونایی که 2 زن دارن 3 زن دارن شاید زور باشن، شاید نمیدونم، اما همین یک طرف من به زور اداره میکنم، یک طرف به زور طاقت میکنم، یک تا کفایه است. اما نمیدونم اونایی که خب میتونن آشنا شوه. البته هست حوادث یا گپ هایی که از گلچهره پنهان می‌دارید؟ شاید سرگرانی های ایجادی باشد که نمیخواهید گلچهره رو برنجانید، شاید کم کم یگان پرابلم های کوچکی هستند که نمیخواهید با این پرابلم ها دل گلچهره را آزار بدهید. خب اصلا قریب که هیچ چیزی پنهانی نیست. اما یک زمان خیلی چیزا بود. چی بود؟ مثلا خیلی این دروغ نیست، یعنی در اون مرتبه‌ای که هنرمند هستم نمیشه که فرض کردیم آدما عاشق نشوند. یعنی حتی این یک موضوعی هست که خیلی موضوع مهم است. چرا اون زمانی که من حال هنرمند نبودم و بسیار میخواستم که دوستم بدارن
دوستم نمی داشتن، یعنی این افت و این شکلی خیلی ناخوبی من قبول نداشتن. نه من خوبی این حرف شماست. طاقت آرزوان چرا انتخاب نمی کردن؟ اما زمانی که من یوسف بازی کردم، زمانی که هنرمند شدم، صف اینا زیاد شد، اینقدر زیاد بود که این نامه نویسی و مکتوب نویسی و بعد این آخرتر این SMS و تلفن ها اینقدر اذیتم میکردن، مرا اذیت میکردن. گلچهره نه، مثلا گلچهره آخر وقت میگفت که تلفن دارن بگی تلفن. این مسئله میانی من و گلچهره خیلی خوب حل شده بود. چرا؟ این زن خیلی با عقل است. ببینید من یک قصه را میگم که یک زمانی من و یک نمیگیم اسمشان نمیگیریم، یک خانم خیلی موافق بودیم، صحبت میکردیم، صحبتمون خیلی خوب بود و چند بار به خانم گلچهره زنگ میزنن. البته آدمایی هستن که میخواهن کانفلیکت و میخواهن آرامی را ویران کنن، زنگش میزنن و میگن که اگر که بخوای حاضر در فلان جا نشستن، حتی شما با یک خانم دیگه و از میان میدونی چند سال، یک 3 سال میگذره بعد همین قصه. بعد یک روز من و گلچهره بسیار یک صحبت صمیمی داریم و خیلی در میان خدا مطلق است و این نخواست میگه که فلان وقت فلان روز همین خیلی قصه داشتی با کسی بودی؟ من میگم که ها بود. بعد میگم تو از کجا میدونی؟ گفت همون زمان من زنگ زدن که فلانیا در فلان جا نشستن. من گفتم چرا نرفتی؟ گفت من احمق نیستم که برم هم تو را شرمنده کنم هم او را هم خودم. برای من خیلی مهم بود که شام تو چه خیر میایی، یعنی روز وقتی که بی وقت میشه تو چه خیر میایی. یعنی هوش و یادم در تو بود که هوش در من هست، در خانه هست و وقتی که دیدم که هوش در خانه است من آرام شدم. گفتم خب دیگه این چیزا میگذره و این چیز این خیلی به سوال و پرسش این خیلی واقعه ها آرزوان خیلی زیاد بود. یعنی من خیلی میندارم از اینجا برمیآید که اندیشه های شما رو میخواند بدون حرف. بله میخواند و میدونست. مثلا یک قصه دیگه را من میتونم. با کی بودید شما؟ خب این اما اینا نمیگم. یک سوال دیگر من میخوام یک سوال دیگر رو عذر فراموش میکنم سوال رو. من نمیدونم، من از پیری 70 سال اما من اون گپم مهم بود. با گلچهره کی زنگ زد گفت که قربان صابر؟ من نمیدونم، اینم کاملا نمیدونم. انا کنم بین آرزو جان، من یک سفر داشتیم با ازبکستان، یعنی زمانی بود که شپرک بازی میکردم. من سرم میتراشیدم، یعنی یک سگ بچه ورین یک هفته خنوککی داشتم، اما این نمایش اینقدر دیلی مردمم میکشید، اینقدر عاشق میشدن زیاد. این اکنون بقیهش از برزو پرسیدن در کار که خیلی زیاد بود این چیزا. خلاصه یک خانم قزاق در همین بعد نمایش سخت گرفتار شد، یعنی مناسبتش با ما سخت عاشق شد و چند روزه که همونجا بودیم مثل دیوانه بود، من هم دیوانه میکرد، خیلی زیبا بود. و بعد در دفتری من ناخواست پیش از آمدن دیگهش نمیگیم یک چیزی نوشت، یک یادداشت نوشت و بوسه لبهاش بود و خب دخترها چی میتونن نویسن؟ همون یک صمیمیت بود و دوست میدارم و آفرین و فلان چیزا را نوشت. من احمق همون نگاه داشتم، یعنی برام خیلی چی شد، عزیز شد که همون چی نوشته. عیناً میتونید اقتباس کنید. تقریبا همین بود که من خیلی کافتم تو و یافت. بله و احسن با این روزهایی که ما با هم بودیم و فلان و همین خیلی این حرفای سخت است. با هم بودیم چقدر نزدیک؟ یک هفته. اما من کدام روز رو نپرسیدم که چند روز، تا کدام اندازه با هم بودید؟ خیلی نزدیک بودیم، ما خیلی نزدیک بودیم. خلاصه تا حدی سکس خیلی مهم است برات. شاید تا حدی سکس هم. خلاصه این دفتر کدام روز گلچهره پیدا کرد. عجیب بود اینم. مثلا دفترم میگرفت و سمتی من می آمد و من فهمیدم که این درون گفتم ای کاش درونش نخوانده باشه. گفت این چی است؟ گفتم دفتر است. گفت درونش چی است؟ من گفتم خب مکتوبی سلامتی است.
و خیلی زیبا گفت اینه و گفت وای بر تو چرا نستش نکردی همینه. من گفتم تو نستش کن. بعد گرفت تو در حضورم پاره کرد و ما فکر تقریبا نکردید که یک ضربه است برای گلچهره؟ خب یعنی البته خامی بود. بخشید یعنی مهمش که بخشید و این گونه بخشیدن ها زیاد بود. بله این گونه بخشیدن ها زیاد بود از طرفی برای من خیلی مینت دارم از وی و بسیار وقت مثلا شاید بعضی ها بگن که چرا گلچهره و من میگم که این زن همون زنی هست که پدردار میگن که یعنی پدردار است، یعنی خیلی با عقل است. من از اینجا میبینم که گلچهره در شکل یک تکیهگاه، یک متکای خیلی قوی است در زندگی شما. بله. که در لحظه های دشوار حضور میکند. بله. و شما را از ورطه هر گونه ناسازگاری ها بیرون میکشد. بله این بارها بود. چرا یعنی مهم در اینجا همون نقطه نظر هست که یعنی شام چگونه میایی. مرد میره روز خیلی مناسبت داره، سلام علیک هست، کسی حواس هست، یک گله چیزا داره مرد، اما مهم که خانه چگونه برمیگرده. سوال کی در ذهن شما این اندیشه خراب رو جا کرد که چهره شما زیبا نیست؟ البته من مطمئنم که کسی جا کرده است این رو در ذهن شما. خود با خود این اندیشه پیدا نمیشود در میان انسان. این زیاد بود در زندگی. مثلا ما این چیزی هست که خب یکم بیا از همین گیریم که فرض کردیم قربان صابر قربان انسانه مثلا در جوانیش قبول نمی کردن، اما قربانی هنرمند قبول می کردن. این دو چیزی هست که گواه حال همین است که قربان انسان یعنی چیزایی نداره که او را پسند کنن. یعنی کسی از استادان و افراد تجربه دار به شما میگفت که چهره شما زیبا نیست؟ نه اینا نه. مثلا مرا یک همکار ما را اینم نامش نمیگیریم در کجایی میگن که یک بچه را فرض کردیم بردن و بعد این میگه که کی بود وای؟ بعد میگه که خب یاوانی بود. اون یاوانی هنرمند بود و اونا بردن و بعد این در خیالش همین آدم میگه دو یاوانی میدانم، یکیش قربان یکیش یک کسی دیگه و میگه که خیلی بچه خوشرو بود اونه که بردن. بعد این برای من میگه که خب اگر این دو یاوانی را من میدانم یکیش که خوشرو بود بردن پس این قربان صابر نیست. کی بود این آدم؟ خب دیگه ببینین این حرف من بارها شنیدم بسیار از هم کودکی من میشنیدم که خب یعنی تو بیزیبی مثلا میشنیدم این چیزا بسیار در قیاس. آدم ها نمیدونن که چخیل زهر میزنن، چخیل نمیفهمن که کارت میزنن. مثلا من ایره بارها خب دیگه همین شوخی های میانی در ویما هم هست که گاه ها میگیم اکای ایسا در آینه خودش میبینه و میگه ترسیدم چی میگن افتم قطر شده خدا رحمت اکای ایسا. بعد اکای لطفلا میگه که آفرین به ما نمیگی، تو خطه بار آینه دیدی، ما هر روز تو را میبینیم. آفرین به ما گو که هر روز تو را میبینیم. اما نه شاید قبول زیبایی هم گوناگون است. قبول زیبایی اصلا در فهمیش من زیبایی مردانه، وقار، نگاه، من نمیدونم یک استواری مردی این شمایید. خب این چیزی دیگر است. اکنون این جمعی تمامی زندگی من است که حالا در من جمع شده است. این چیزی دیگر، این عکس میشه. البته حالا ما وقتی که من میگم که یعنی هر کسی که مرا نمیشناسه هنر هیچ از هنر ما با خبر نیست، اونا حتما در همین عقیدن که این مرد درشت و دغل کی است. اما من بارها دیدم که فرض کردیم آدمایی را که
مخلصای زن بخصوص بگیم زن های را در یک نواربرداری در یک آشانه بلند چهارم آشانه ما خود من نمایاندم از بالکن در پایان چند کودک بازی میکرد و یک زنی هم بود اون کودک ها من شناختن و اون زن دقتش جلب شد آمد بعد این صدای بلند قطعی گفت که شما قربان صابر نیستید این بچه ها میگن من گفتم که بله گفت پایان فرای این من شما را ببینم من پایان فرامدم اما این زن وقتی که من پایان فرامدم نزدیک آمد دستاش باز بود تقریبا همسال من بود گفت که بیا یک آغوش کنم و آغوش کرد و بوسید یعنی از رخسارم بوسید یعنی خب از کجا اینقدر از کجا از رخسارم میبوسن آرزو جان خلاص از لب هم میتونن ببوسن اما اینجا جای لب نبود دیگه اون زن یعنی معلوم بود که من براش برادرم یا پدر یا دادر و هیچ من از خانوادهش بیرون نمیکنم همین حسیات بود ولی اینقدر چه بود یعنی اینقدر مهربان بود یا مثلا یک راننده کجای من میگذشتم و رفت و بعد عقیب گشتم گفت استاد نمیشه بشینین ماشین من شما را خانمم برام گفتم برای چی گفت مادر من اینقدر مخلص شما است من میخوام یه بار سلام علیکم بیاین این محبت اندازه نداره یعنی برای خودش نه برای مادرش یعنی مادر در خانواده اینقدر تلقین کرده است که یعنی همین هنرمند مثلا اینجا دیگه از اون نازیبی و بیزیب بودن ها درک نیست دیگه خدا را شکر در ابتدای برنامه شما یک سخن گفتید و ذهنم یک سوال رو بعد سخنهای شما تولد کرد گفتید که همکاران گاه میپرسند که چرا دائم گلچهره میگوید کیها همکاران چنین میگویند خب هستند کیها مثلا کیها با کیها نامشون نگیری نامشون نگیری اصلا اونهای میگن که مثلا در زندگیشان مرد کمتر بوده است و قیمتی چی بودن مرد در کنار زن میفهمند یعنی اونا سرزنش میکنن مرا برای آن که اینقدر گلچهره نگو تو مهمتری گلچهره باید نمیدونم باید همین هر لحظه لبیک گوید برای تو یعنی باید این خیلی اندیشه دارن یعنی تو نمیدونی که مرد چگونه مهم است که این یک نوع مانیپولیاسیون است یک نوع تفریق اندازی است با این واسطه جدایی می اندازند یعنی شما رو مهمتر می حسابند و گلچهره رو پایینتر اما انسان سالم عقل هیچ وقت گلچهره رو از قربان جدا نمی کند اما اصلا من در زیر همین مفهوم ببینید اگر با من بگویند که تو مهمی و همسری تو مهم نیست من میگویم که گوه خورده اید خب این حرف شاید منم گفته باشم چرا من میخواستم همین نقطه نظر گم که یعنی یک کسی میتونه بیایه بگه فلان یک کسی دیگه میگه فلان اما من کجا میشم من هستم یعنی من مروتی میانه که جای انسانی و عقل است همونه روشن میکنم همون قطعی نگاه میکنم مثلا کیم که گفت این خیلی من برای مهم نیست اما مهم برای من همین است که من و گلچهره این چیزا رو چقدر تحمل میکنیم یعنی وای در کدام درجه است من در کدام درجه یعنی ما چگونه این فرو میبریم این هر حال حس میشود که با همین راه همین رفتار وقتی که میگویند قربان مهم است گلچهره باید فقط لبای بگوید یک نوع غرض رو احساس نمیکنید بله این چیز به این نمیشد آدمی جمعی گرمی و خنکی های هست که داره یعنی یک کسی هست که میخواد مثلا به همین وسیله خودش به تو نزدیکتر کنه خیلی صمیمی میخواد باشه اما عین زمان یعنی در کجا یک اندیشه دیگه هم داره که ای کاش یعنی من راستی خیلی میدونم که آدما ناتوان بینی میکنن مثلا حتی آرزو میکنن که چرا اینا جنگ نمیشن چرا اینا جنجال نمیکنن مثلا چرا حتی آرزو میکنن بله آرزو میکنن مثلا نمیدونم آرزو جان یک چیزی دیگه هست فرض کردیم این همین کار ما یک عالم
برای آنکه موفق شود 5-10 سال میزنه، یک بار موفق میشه بعد آهسته خاموش میشه و همون برای حدودای شاگرداش، برای حدودی جای کارش میمانه مشهور، اما خاموش میشه. یعنی خوشبختی هنر این است که مثلا 1 سال 3 ماه کار میکنی، یک بار ترکش است و دیگران مثلا هم سیمفام فرض کردیم هم کورسا یک مدت خیال میکنن که اکنون تمام، اما بعد بازم ترکیش است، بازم ترکیش است. و من گاه احساس میکنم که مثلا هستن نفرایی که میگن تمام نمیشده باشه این در جان منزد. مثلا یک همسیمفی من خیلی خوب گفت برای کدام یک جایزه من گفتم تو شما همه تبریک کرد، چرا تو تبریک نکردی؟ گو ما قیماب شدیم دیگه از تبریک های تو دیگه چی میگن، هر کجایی که رفتی اومدی باید تو را تبریک کنیم. یعنی خسته شدیم. یعنی ما میدونیم که هر کجا رفتی یک کار خوب میشه. خب این هر حال آفرینش حقیقت رو راست گفته است. راست گفته است. بله. یک پیشنهاد، سوال نبود، پیشنهاد به خاطر همه آن جرم و جرمک های کوچک کوچکی که در زندگی کردید در پیش گلچهره، میخواهید عذر بپرسید از من 1000 بار عذر پرسیدم. پس بپرسید لابلای این دوربین، حالا بپرسید، ما ثبت میکنم. خب خانم گلچهره، با تمام جدیت حال، نه برای آن که تو اون مکتوبه یافتی دراندی یا کسی زنگ زد که تو فلان جا بره حالا اونا را میقپی، برای اینا نه، برای خیلی کارهای دیگه که بارها مثلا ناحق رنجاندم عذر میخوام. عزیزی من، جگری من، تو ارزنده برای اینکه من از تو عذر پرسم. واقعا هم صمیمی میگم که عذر میخوام. اوه، از همه لحظه هیجان آور و پر احساس ترین برنامه امروزه همین بود و اجازه بفرمایید من هم سپاس بگویم به گلچهره که این گنج را نگهبان است. اصلا بگویم که صاحب این گنج است. این گنج قربان صابر عنوان می شود. اشتباه نمی کنم. سپاس بر شما بانو گلچهره. ممنونم از شما که این دستاوردی فرهنگی ملت تاجیک را شما نگهداری میکنید. تشکر بر شما. خوش آمدید به برنامه. زنده باشید. خداحافظی میکنیم دوستان عزیز. سپاس به قربانی صابر، سپاس برای چون یک صحبت بسیار پرپیچ و تاب. سلامت باشید. سلامت باشید. زنده باشید.